سلام. چرا سرمایه گذاری در سکتور املاک دبی دلچسب است؟ چون ریسک کمتر دارد. افزایش ارزش ملک در دبی خصوصا بعد از سال 2020 2 برابر و 3 برابر بوده. برگشت سرمایه از طریق کرایه سالانه بین 8 تا 10% است و همچنان ثبات ارزش پولی درهم امارات در برابر دلار امریکا خود وسیله برای کاهش ریسک سرمایه گذاری شماست. ولی فراموش نکنید که قیمت لوکس ترین آپارتمان در لوکس ترین منطقه دبی کمتر از هر نقطه لوکس دیگر در جهان است. مثلا یک فوت مربع آپارتمان در بهترین نقطه پالم جمیرا اوسط قیمت حدود $1300 دارد، ولی در پاریس با عین مشخصات 1550، در لندن 1800 و در نیویورک 1900 $. با ما باشید تا مشاوره های خوبی در سکتور املاک دبی برای سرمایه گذاری های خوب شما.